السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. چند دقیقه‌ای که در خدمت شما سروران هستم پیرامون مسئله بسیار مهم و اساسی، یک بیماری مهلک و جانسوز و ویروس ضد ایمان و اسید دین‌زدا و میکروب اخلاقی خدمت شما سروران عزیز کلمات شکسته عرض کنم. آری صحبت از نخستین گناه و معصیتی که در آسمان و اولین گناهی که در روی زمین انجام گرفت می باشد. آیا فکر کردید که اولین گناهی که در آسمان انجام گرفت چه گناهی و اولین گناه و معصیتی که در روی زمین محقق شد و پیدا گردید اون چه گناه و معصیتی؟ آری امروز خدمت شما سروران عزیز این نکته را بیان کنم. صحبت از حسادت است، این معضل بزرگ اجتماعی، یکی از بیماری‌های خطرناکی که اغلب افراد جامعه ما بدان گرفتارند. زیانهای فردی و اجتماعی حسادت بیشمار است و امروز به وفور در جامعه اسلامی ما متاسفانه مشاهده می شود و این درد و این معضل و این بیماری و این ویروس خطرناک، ویروس میکروبی که برای جسم و جان فقط مضر نیست بلکه ویروسی ایمان زدا به تعبیر رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم که می‌فرماید دب الیکم داء الامم السالفه، مرض و سرطان امتهای سابقه به امت محمد هم سرایت کردند. شما رو هم گرفته با گیردار این مرض مصریه. امتهای سالفه و سابقه و گذشته دارای این ویروس و حامل این ویروس بودند و پیامبر خدا فرمود امروز امت محمد هم به این ویروس گرفتار شدند. الا و هی الحالقه، آگاه باشین این ویروس مانند تیغه. پیامبر می‌فرماید نه اون تیغی که مو را می‌تراشد ولکن تحلق الدین و الایمان، ولیکن تیغی است که ایمان انسان رو می‌تراشد. پیامبر خدا حسد رو اینجوره صحبت از حسادت است. صحبت از حسادت است، این ویروس بزرگ و این معضل اجتماعی. اگر ما تاریخ حسادت رو و تاریخچه این معضل اجتماعی رو بررسی بکنیم ببینیم که واقعا بسیار قدمت داره. زمانی که پروردگار عالم میخواست و اراده کرد که خلیفه بردش به عنوان بشر دوپا و انسان دوپا در انسان در عالم هستی و گیتی به عرصه وجود بیاورد و اونجا با فرشتگان به مشورت نشست و فرشتگان مخالفت کردند. علی رغم مخالفت همه فرشتگان پروردگار عالم انسان رو آفرید. بعد از این که انسانیت رو آفرید و اشرف المخلوقات قرار داد و با این جمله‌ای که ای ملائکه مقرب من حمیتون اسجدوا لآدم، برای آدم سجده بکنید، اینجا بود که طاووس الملائکه کسی بود که از همه فرشتگان در رقم عبادت و طاعت و نیایش قدمی فراتر گذاشته بود. ابلیس علیه اللعنه حس حسادت رو دست داد. نگاه بکنید اولین گناهی که در زمین در آسمان انجام کرد حسادت. چی گفت؟ فسجد الملائکه الا ابلیس كلهم اجمعون الا ابلیس. همه فرشتگان حتی جبرائیل و اسرافیل و میکائیل و اسرائیل فرشتگان مقرب خدا در مقابل دستور پروردگار منقاد شدند و فرمانبردار غیر از ابلیس. چی گفت؟ قال انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین. حس حسادت بهش دست داد که چرا من تا امروز به عنوان اشرف المخلوقات معرفی شده بودم، چرا امروز کسی دیگر بیاد دستی فراتر و
پا و قدمی فراتر از من بگذارد. لذا من برای این سجده نمی کنم، زیرا که من از اون بهترم و باید بهتر باشم. اولین گناه جون پروردگار عالم فرمود حالا که اینجوره هست برو فخرج منها فانک رجیم. در درگاه ما محل حسادت وجود ندارد. این بخشش و فضل پروردگار است که به هر فردی بخواد اون را عنایت می‌کند. لذا حق نداری از امروز در زمره فرشتگان باشی. برو که تو ملعون شدی تا قیام قیامت و سرانجام تو جهنم خواهد. این اولین گناه که در آسمان. و بعد از اینکه پروردگار عالم آدم رو خلق کرد و آمد در دنیا قضیه حابیل و قابیل رو که شما در جمعه قبل در مورد قربانی شنیدید که اونجا قربانی حابیل قبول میشه و قربانی قابیل هر دو فرزند آدم بودن، هر دوتا فرزندان حضرت آدم علیه السلام بودن که اونجا به خاطر مسئله‌ای که کدوم یک از اونها نزد پروردگار از قرب و منزلت بیشتری برخوردار است با هم دیگر مسابقه قرار میدن و اونجا دو تا قربانی به پیشگاه خدا تقدیم میکنن. قربانی حابیل قبول میشه ولی قربانی قابیل مردود، حسادت قابیل را برمی‌دارد. لذا اونجاست که اولین کسی که در روی زمین حسادت کرد قابیل بود و به سرانجام این حسادت حابیل برادرش را با دستان خودش تکه و پاره کرد. این حسادت سرناک است. امروز در میان جامعه ما وفور دیده میشه. زمانی که قبل از تولد پیامبر خدا، سال تولد پیامبر خدا عام الفیل که سال فیل مشهور است، قرآن از اونجا سوره فیل داره. خوب این نکته را این صحبت رو گوش میکنن صبرا. اونجاست پادشاه یمن ابرهه وقتی میبیند مردم در ایام حج همه بیان به طرف مکه و به طرف کعبه، گفت چرا این مقام منزل برای مکه و برای قریشی‌های بی‌سواد باشه. لذا حسادتش حرکت کرد و رفت برای خودش معبدی زد و بالاخره کعبه‌ای درست کرد که همه مردم بیان اونجا، مردم را از مکه منصرف بکنن به جانب خودش. تا اینکه یکی از عرب‌ها میره اونجا بالاخره کثافت میاندازد و توهینی به اون بالاخره صنعا و عرض بکنم اون کنیسه اونها میکند، ابره حرکت میکند و به خاطر اینکه حس حسادت ها، به خاطر اینکه چرا کعبه محل رفراندوم و اجتماع عمومی مسلمانان باشد و مردم از هر گوشه و کنار دنیا از اقصا نقاط دنیا حرکت بکنن و شد رهان بکنن به جانب کعبه، لذا این حس حسادت در وجودش گل کرد و حرکت کرد. لشکری بسیار بزرگی را با فیلهای گول پیکر و روانه مکه مکرمه شد و روانه کعبه. زمانی که این خبر به قریش رسید، عبدالمطلب و بقیه سران قریش اونجا به جانب پروردگار حالت التجا و تضرع را گرفتن که پروردگارا ما رو یارا و توان و نای مقاومت و ایستادن و صبر رو در مقابل ابرهه و شیرمردانش نیست. پروردگارا این خانه تو و اون از روی حسادت آمد این عمل رو انجام بده. پروردگارا خودت از کعبه محافظت بفرما. ولی ابرهه آمد تا اینکه به نزدیک کعبه رسید. در این هنگام بود که پروردگار عالم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل و ارسل علیهم طیر الابابیل. مرغان آسمان را با رجمها و سنگهایی که هر کدوم تأثیراتشون از 1000 بمب و توپ هم بیشتر بود، همه اونها رو از اول تا آخر اونها همه را به درک بازید. تکبیر! بله این حسادت بود. سرانجامش هر جا شما حرف از حسادت میاد، انسان حسود قبل از اینکه رفیقشو و طرفش نابود بکنه به والله قسم خودش نابود میکنه. شما در طول و اسرار صحبت هم این قضیه پیدا. زمانی که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم قدم به عرصه وجود و ظهور میگذارد، اونجاست یتیم است پیامبر خدا. کفار مکه چی میگن؟ قرآن عظیم الشأن از زبان ها داره صحبت میکنه. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. چرا این قرآن بر مردی دارای شرف، دارای پدر و مادر و وجاهت و ثروت و قدرت و دولت و شوکت نازل نشده و آمده شخصیتی رو از میان مردم و سران مکه و سران قریش انتخاب کرده و قرآن بر اون نازل شده است؟ چرا؟ این حس حسادت بر اونها دست داد که چرا امروز یتیم بیار؟ یتیمی که نا کرد قرآن درست. یتیم بود پیامبر خدا، حافظ شیرازی است، قالب یاسر است.
یتیمی که ناکرده قرآن درست کتبخانه 7 ملت بشد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به غمزه مسئله آموز 100 مدرس شد. یتیم رسول خدا پدرش قبل از تولدش فوت کرده و مادرش در سن 6 سالگی و ابو طالب و عبدالمطلب در سن 8 سالگی. همه اینها رو از دست میده. پیامبر خدا تک و تنها قوم خویشی نداره، ولیکن پروردگار عالم چنان قدرت و شوکت و اباحتی به رسول معظم اسلام میدهد که همه کفار و قریش، ابو جهل، ابو لهب، همه اونها استعداد و آتش کینه و خشم و عداوت در وجود اونها گل میکند و به جایی است که حاسد حرکت میکند و حمله میکند به رسول معظم اسلام. و در غزوه بدر همه سران قریش یک پس از دیگری در قلیب بدر سرنگون و واژگون میشوند. این حس حسادت سر ولی به رسول معظم اسلام حسادتی نداشت و به همین خاطر رشد کرد. لذا این واقعیت طبعا عزیز در طول تاریخ هر کسی با فردی دیگر، هر قومی با قومی دیگر، هر اجتماع و جامعه‌ای که با جامعه دیگر حسادت بکنند سرانجامش هلاکت و نابودی و بربادی است. باور ندارید احیاء العلوم مولانا غزالی داستانی رو میآورد، میفرماید یک پادشاهی بود، این چند تا وزیر و ندیم داشت. یکی از وزراش و یکی از همکاراش و یکی از رعیتش هر روز صبح میآمد پیش پادشاه این جمله را میخواند: احسن المحسن به احسانی فان المسیء سیکفیه اساءته. یعنی به کسی که به تو نیکی میکنه نیکی بکن، به کسی که بدی میکنه خود بدیش او رو از بین میبره. این جمله رو هر روز صبح میخوند و میرفت. یکی دیگر از وزرا گفت عجب، این آقا آمده و جای منو گرفته، حس حسادت در اون دست که چرا این آقا بیاد و جای منو بگیره. لذا پس من باید ترفندی رو بازی بکنم که این آقا رو از صفحه روزگار بردارم. آمد از پادشاه گفت میدونی احیاء العلوم مولانا غزالی انسان کوچیک نیست، میگه میدونی جناب این وزیر شما چیکار داره میکنه؟ گفت نه. گفت این آمده همه جا پخش کرده پادشاه ما، وقتی که من میرم پیشش بدبو هست، بوی بدی از بغلش، از دهانش، از لباسش بوی بدی میاد. گفت چی داره میگه؟ گفت نگاه کن اگر امروز آمد دست دهانشو گرفت بفهم که حتما راست بگرده دروغ خوبی آمد تعذیب بکنه بزن. گفت اشکال نداره امتحان مجانی است. از نزد پادشاه که بیرون شد رفت پیش اون وزیره بیچاره، اون انسان محسن و نیکوکار. آمد گفت آقا امروز ظهر نهار شیشلیک خانه من دارد. گفت چجوری شد تو؟ بالاخره انسان ساده بود، مسلمان همیشه ساده. رفت اونجا مقدار 7 من سیر و پیاز داخل شیشلیکش ریخت و این آقا هرچی بود من نمیخورم بود این نخوری ناراحت میشم. گفت این آقا بوی سیر و پیاز میره به هر حال. گفت بخور آقا. این خوب خورد و سیر و پیاز و بالاخره زیاد و مسلما سیر و پیاز بو میده. لذا پادشاه اینو بعد از اون به محضر خودش خواند. هنگامی که رفت نزد پادشاه گفت بیا جلوتر، این از اون طرزی که مبادا بوی دهانش به مشام پادشاه برسه و اون رو اذیت بکنه دست روی دهانش نگه داشت و جلو نرفت. پادشاه پی برد اون صحبت فلانی راسته، این آقا نسبت به من بدگمان و بدزن از سوء زن داره. لذا نامه شخصا خودش نوشت که شما برو نزد فلانی، به اون فلانی هم نوشت وقتی که نامه رو دست آورد حامل نامه را بگیر با شمشیرت از وسط درست، از وسط مستقیم درست کنی یا کمتر و بیشتر. نامه رو در دست گرفت و اتفاقا از دم در که آمد بیرون همون وزیری که این ترسته بود جلوی نامه بود. گفت چیکار داری میکنی؟ کجا داری میری؟ گفت این نامه حامل جایزه پادشاه است. خودش نمیفهمید چون که قرار همیشه قانون بود، همیشه جایزه ها رو خودش پادشاه بود، همیشه جایزه ها رو خودش. گفت نمیدونم چی از داخل نامه ولی میدونم خود پادشاه نوشته، فکر کنم جایزه است. گفت تو رو به خدا بده من ببرم. گفت نه این جایزه مال من است، من توی بدم. گفت خواهش میکنم بده این جایزه رو بده من ببرم پیش برم. گفت باشه اشکال نداره بعد رو برد اونجا دست وزیر از اون مأمور که داد، مأمور شمشیرشو برد بالا. گفت چیکار داری میکنی؟ جایزه بده. گفت جایزه همینه، پادشاه نوشته حامل نامه هر کس بود بدن. گفت به خدا بزن من حامل نامه نبودم کسی دیگه بوده. گفت این حرفا برای من مزخرفه، تو آوردی نامه رو به من دستور پادشاه رو هرگز من انکار نخواهم کرد. لذا با شمشیر خودش سرش رو از وسط بود. تکبیر. وقتی شد اون آقای وزیر همیشه رفت پیش پادشاه گفت تو زنده آمدی؟ گفت من قرار بوده میرم. گفت نامه رو به کی دادی؟ گفت همون آقا.
گفت که علت چی بود؟ بالاخره مسئله چی بود؟ من حکم قتل تو رو صادر کردم، برای چی؟ بله تو فکر کردی که دهان من بو میده. گفت نه بابا. بعد جریان تعریف کرد کن آقا من آلیم در سیر پیاز دار که بیام پیش تو من دهان رو گرفتم مبادا بوی بد به تو برسه. گفت نگاه کن همون جمله دائمی تو میگفتی که بدی را هر کس بدی بکنه خودت بدی آخر ریشه او را میکرد. لذا این واقعیت سروران عزیز، جوانان، برادران، خواهران، بویژه خواهران که در میان خواهران رقابت بسیار شدید و تنداتندی در عرصه اقتصاد و خانه‌داری و لوازم خانه بسیار زیاده. شوهران رو از پای درآوردن. کریستال‌هایی که داخل خانه و داخل کمدها انسان مگر یک سال بشیند اینها رو فقط تماشا اصلا به والله قسم شاید در طول سالها یک مرتبه از اون کریستال‌ها یکی رو استفاده هم نکنه. به خدا قسم ظلم میکنیم. آقا شوهرشو مجبور میکنه که برو تلویزیون 21 اینچ رنگی تمام رنگ باید بگیری وگرنه من از دختر فلانی مگر کمترم. آخر بعد از چند روز مگه بردم زندان و به زندان ملاقات هم به گور باش کرد. کی گفته؟ این هست خواهران عزیز، این حسادت خیلی مرض بدی است. چرا؟ چون که هر مرض دیگر انسان میتونه به راحتی اون طرفش از بین ببرد، ولی اینکه شخص حاسد خودش بدبخت و بیچاره هست. چرا؟ چون که اون آقایی که باش حسادت میکنه شاید اون روحش خبر نداره که فلانی با من حسادت میکنه، ولی این آقا داخل خانه خواب نداره، آرامش نداره، اطمینان نداره، رفاه نداره، زندگی نداره که چرا فلانی در 10 میلیون تومان از من جلوتره. شیخ مطهری در کتاب خودش داستان میاره میگه آقای مولایی بود، غلامی داشت، غلام خودش تابازی و زینت با کمال رفاه آسایش پرورش داد. بعد چند وقتی گذشت این غلام تعجب کرد که چرا این مولای من اینقدر تحویل میگیره، اینقدر لباس به خودش میپوشه منو همون لباس میپوشم، غذایی که میخوره به همین. تعجب کرد. بعد چند وقت این مولا رو غلام جان گفت بله. آیا میدونی برای چی من اینقدر از پذیرایی میکنم؟ گفت نه. گفت از این یک خواسته ای دارم، اگر خواسته ای منو برآورده کردی از همه منت ها و احساناتی که بر تو کردن همه ما، ولیکن گردنگیر و گریبانگیر تو هستم. گفت دستور بفرمایید، هر دستوری شما بدید من مجبورم. اینقدر تو من را مرهون احسانت کردی که اصلا نمیشه من را زیر قول شما و زیر حرف شما بدم. گفت نه، تا زمانی که امضا ندی یک قسم نخوری تو رو رها نمی‌کنم که عملی که بهت میگم باید انجام بدی. گفت قسم خدا هر کاری بگی انجام بده. گفت خیلی. چند وقتی گذشت یک شبی آمد پیش غلامش بلند شد رفت. گفت بیا بریم پشت بام خانه. پشت بام خانه رفت. گفت نه بریم پشت بام خانه همسایه. اونجا رفت کار رو از کیسه خودش و جیب خودش دیگه درآورد. گفت با این کار بگیر مولای خودت را بکش. گفت این چه حرفی است داره میزنی؟ استغفرالله. تو را اینقدر بر من احسان کردی، منت کردی، اینقدر من رو عزیز کردی، من الان تو را بگیرم بکشم و والله قسم هرگز این عمل را من انجام نخواهم داد. گفت تو قسم خوردی، قول دادی، عهد بردی که هر دستوری که شما بدی و هر املایی و دیکته‌ای که شما برام دیکته بکنی من رو اجرا میکنم. گفت هر دیکته‌ای رو شما بدی من اجرا میکنم، برای این نه. چرا تو را بکشم؟ گفت نه خیر، باید این کار را بکنی وگرنه من تو را نمی‌کشم. بالاخره پنزور شمشیر را داد دستش. گفت یا که بزن یا تو را میزنم میکشم. گفت حالا که اینقدر مستقیم میکشم تو را، برای که علت رو باید جویا بشم که چرا؟ به چه علت؟ به چه دلیل؟ گفت دلیل رو نپرس. گفت تا زمانی که دلیل را که نپرسم به بنده قدم دست 20 گونه اقدام نخواهم. گفت حالا خیلی مستقیم من این همسایه‌ای که الان روی بام خانش هستم 2 مالدار و پولدار و ماشیندار در زندگی شخصی و اقتصادی خودمان، در زندگی روزمره ما بین ما دوتا رقابت بود. در از قدیم ایام، از زمان مدید و طولانی، بس اوقات اون بالا میرفت من پایین، بس اوقات من بالا میرفت اون پایین. به هر حال بین فراز نشید تا اینکه چند سبایی شده الان اینقدر جلو رفته که هر کار میکنم نمیتونم اون برسم. لذا تو بردار با این شمشیر من را بکش که فردا بگن فلانی دشمن فلانی میره اون آقا را اسکین کنه ببرد. سبحان الله، انسانیت رو میگه این واقعیت. وقتی که این آقا این غلام این حرف باشه گفت حالا که فهمیدم تو اینقدر احمقی، بسم الله الرحمن الرحیم با کارت قسم بساش کرد. راهش گرفت و رفت. صبح بلند شدن برای جسد فلانی رو خانه فلانی دشمنش. بچه‌ها رو آوردن، بچه‌های فلانی رو دستگیر کردن. بالاخره اون بنده خدا خودشون رو دستگیر کردن. سرزدار آوردن، اون غلام و خدای خودش گرفت و رفت. ولی انسان مسلمان وقتی یک جرم و جنایت رو انجام میده به هیچ عنوان آرامش نداره. معصیت در وهله اول که انسان دست به گناه و معصیت میزند آرامش نداره.
آقا اگر یک روز نماز ظهرش قضا بشه آرامش نداره، ولی اگر چند روزی پشت سر هم نماز رو قضا بکنه، گناه و معصیت بکنه، کم کم گناه کردن براش قدیم میشه، دیگه پروایی نداره. اگر دنیا رو هم فساد برداره این هرگز پشی هم نمیشه. لذا برگشت آمد خودش اعتراف کرد که آقا من مولای خودم را کشتم، تو بله من کشتم، ولی دلیلش هم این است که خود اون آقا دستور داد. فرمون گفتن حالا این آقا اینقدر حسادت داشته و به خاطر این آقا رو 50 سال زندانی بدن خودش رو کشته، واقعا انسان احمق بود. لذا بده هر دو تا لذا این حاسد و حسادت این کارها رو میکنه. سوار درهای من لذا با خدا قسم اگر این حسادت در زندگی ما و شما نباشد، آرامش بسیار کاملی دارد. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم روزی با جمعی از اصحاب ایستاده بودند. پیامبر خدا فرمود که الان از این کوچه شخصی رد می شود که از اهل جنت و بهشته. صحابه همه ایستادن گوش و چشم براهن که چه کسی وارد می شود. نگاه کردن فردی با لباسهای منضبط، کفش زیر پاش به قول معروف ما پاچه هاش هم بالا کشیده و آمد رد شد. دیگه کسی دنبال حرف نگرفت. فردا بود یا پس فردا نهار دوم پیامبر خدا فرمود الان بر شما مردی جنتی تو خواهد کرد. همه به حیران شدیم کی از نگاه کردیم همون فرد میروزیم. بار سوم بعد چند روز پیامبر خدا مجددا این کلام را عرض کردن، نگاه کردیم همون فرد. عبدالله ابن عمرو بن العاص من باید آقا رو تعقیب کنم. صحابه عجیب پیش اون اشتیاق داشتن به این مسائل. برای ما مردم باشه تو میگی برو دنبال کارش کی هست، این آدم به قول معروف مندرس و لباس خونه یا آقای بهشتی شده. عبدالله ابن عمرو بن العاص صحابی بزرگوار پیامبر خدا قدم قدمش رفت در خانه‌اش کوبید. شب گفت چی می‌خوای عزیزم؟ گفت من با پدر مادرم بازارم در کردم، زنم من رو از خونه در کرده، اجازه میدید سه شب من خانه شما باشم تا سه شب می‌خوام بازارم در کنم. بله بفرما. مهمان نوازی کار مسلمان است. ببرم شما قهر نکرد در راه. می‌خواد اعمال این رو کنترل. صحابه می‌خواد اعمال اون رو کنترل بکنه که چه عملی مسبب و باعث و محرک این شخص شده که وارد جنت بشه و پیامبر خدا نبی جنتی بودن رو بهش بده. میگه من به بندرم قسم سه شب روز هرگز نخوابیدم. الله اکبر. صحابه رو نگاه هرگز نخوابیدم. شبها تا صبح از زیر لحاف نگاه میکردم که این آقا چند رکعت نماز میخوانه، این آقا چه عملی رو انجام میده. نگاه کردم فقط نمازهای 5 وقت رو میخوانه، دو سر رو میگیره و میذاره راحت بود. نه نماز نفلی، نه نماز تهجدی، نه تحیت المسجدی، نه فلانی، فقط نمازهای فرض سنت و تمام فرایض رو انجام میده. تا سه شبانه روز من با هر چه تلاش کردم کار رو بریم ببینم که ما اون کار رو نکرده باشیم، ندیدم. هر عملی که انجام میداد ما 10 برابر انجام میداد. بعد از سه شبانه روز ازش پرسیدم گفتم برادر من مادر بچه‌م قهر نکردم، برای که این نوید و مژده را پیامبر خدا به شما داد که شما اهل جنتی. لذا من میخوام بپرسم که شما چه عملی رو انجام دادی که در پیشگاه خدا اینقدر مقرب واقع شدی؟ گفت برادر عزیز اعمال من اعمال ظاهری نیست، غیر از این که من هر شب که میام هر چه حقد و کینه و بغض و حسادت در وجود من از برادر مسلمانم هست همه را تکه تکه و پاره پاره میکنم و همه را از وجودم میریزم. تکبیر! در طول عمرم سعی میکنم با هیچ فردی از افراد جامعه حسادت نکنم که حسادت پله ترقی بقیه گناهان است. غیبت از حسادت است، تهمت از حسادت است، عیبجویی از حسادت است، دروغ از حسادت است. همه از همین پلکان من هر زمان میرم بالا و واقعیت بود. آمن نزد پیامبر خدا و ای رسول خدا اون عمل رو انجام میداد که حسادت با کسی نداشت. پیامبر خدا فرمود به نظر شما کاری بسیار شوخی است؟ خیلی مردانگی میخواد، خیلی مردانگی میخواد، سروران است. لذا برادران، سروران عزیز، بیاییم خودمان رو بسازیم. چه نیازی دارد برای برادر مسلمان ما؟ اون بالاخره نعمتی را خدا بهش داده، در حال پروردگار رو میفهمند نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیاة الدنیا. ما زندگی دنیا رو، ما معیشت زندگی دنیا رو بین مسلمانان تقسیم کردیم. لذا چه لزومی داره که بین ما حسادت باشه؟ پیامبر خدا بسیار هشدار دادن. امروز در میان دو قشر، سه قشر من زیاد میبینم این شده. یکی در میان قشر زنان که به وفور دیده میشه، خدا نکند یکی از همسایه‌های اونها یک تلویزیون رنگی 21 بخره، دنیا دیگه جهنم باشه برای شوهر بیچاره، مگر خدا خودش برداره و بده یک گوشه باشه، یا خدا نکنه یک جارو برقی بخره، یا خدا نکنه 5 تا کلیسا بخره. دیگه این شوهر رو به قول معروف کات تو دهانش میکنه که یا بمیر یا بالاخره بگیر، یا بمیر یا بگیر. از این دورا دیگه
من در بعضی خانه‌ها رفتم البته اگر از رو بگم متصل این بدن بعضی میگن من خانه‌هاش همراه نداشت، ولی این واقعیت را اینقدر این لوازم رو به قول معروف خودشون قطار میکنن که اگر عمر قارون هم اینها بدن، اگر عمر نوح هم اینها بدن 1500 سال، باور بکنید به 1500 سال یک بار اونها رو باز نمیکنن. این اسراف، این احسانات چه کاری که دست انسان نداره. بیایم زندگی خودمان رو علاج بکنیم، زندگی خودمان را به قول معروف اینا میگن به دستمایه نگاه بکنیم، نه به همسایه. به همسایه نباید انسان کار داشته باشه. این رقابت ها، این چشم و همچشمی ها، خواهر زن فلانی یک مخمل خریده 70,000 تومان، چرا من نخرم؟ الله اکبر، 70,000 رو مخمل، یک چادر مخمل و اون هیچ گونه حجابی هم نداره، هیچ گونه حجابی هم نداره. والله داخل اون چادر رو نگاه زمان ما متأسفانه چادر سیاه و مشکی رو انداختن، همه چادر مخمل شد، در حالی که تمام فراز و نشیب بدنش رو پیدا. این چیزها رو، این معضلات رو باید جلوگیری کرد. اینها همه رشته از حسابه. لذا برای علاج این بیماری و این معضل خطرناک من 4 راه رو بالاخره پیشنهاد میکنم که با 4 طریق همه با از یکی در میان زنان و یکی دوم در وجود ما مولای متاسفانه خدا از وجود ما ببره. الحمدلله سعی میکنیم که نباشد. خدا نکنه یک مولای از من بهتر سخنرانی میکنه، تجسس از من بهتر سخنرانی میکنه، خدا زورش میکنه این کار. یا فلانی مصنف از معلف است مینویسد ای کاش دستاش قلم بشه، یا فلانی اخلاص خوبی داره. الله اکبر، این زبان رو که الان من تکلم میکنم با زبان اشکست، اینو خدا داده و والله قسم یک لحظه منگنه بزنه روش یک کلام نمیدونه صحبت کنه. اگر این دست‌ها رو پروردگار یک لحظه انسان بگیره کجا رو انسان بگیره؟ این فکر و مغز را، این حافظه رو، این ذهنیت رو، اخلاص رو، عمل رو، تقوا رو، اینها بخشش‌ها و فضل پروردگاره. ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. این سعادت حضور بازو نیست تا نبخشد خدای بخشنده. لذا ما نمیتونیم ابو حنیفه بشیم، ما نمیتونیم امام شافعی بشیم، ما نمیتونیم امام مالک بشیم. چرا؟ چون اونها کسان به این فضل خدا بود دستگیر اونها شده بود. دو و سوم در میان قشر مالدوست که همه رو تقریبا میشه 2 نفر که با هم دیگه از حیث مالی با هم دیگه رقابت داشته باشن دیگه باید همیشه بالاخره به هر چاه و چویی میزنن تا اینکه بالاخره رقم خودشون رو حریفشون از بین برن. لذا من برای خودم صحبت میکنم که بالاخره مولا از اون اصلا بخش اول اصلا رو مولا تو جیبشون کردن متاسفانه برای نسبت به خودم من خودم رو میام. ولی مرحله اول امام محمد برداری از این پیشنهاد رو کرد، من از زبانشون میگم. علاج و درمان حسادت. نسخه اول انسان فکر کنه که وقتی که به کسی حسادت میکنه از خدا ایراد میگیره. چرا؟ چون خدا میگه نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، ما رزق و روزی را بین مردم تقسیم میکنیم. لذا وقتی خدا این چیزها را به مردم میده، خدا تقسیم کرده از عالم ازل، از در تقدیر. خدا آقا رزق تو 50 تا گوسفند خودتو بکشی بیشتر نمیشه. آقا رزق تو تا مغازه هست و رزق تو فلانی همون زندگی برای پاکپوره میکنه دیگه خودتون بکشتون بیشتر نمیشه. لذا اگر بخواهیم با حساب بکنیم گویا از کار خدا ایراد گرفتیم، این رو سعی بکنیم با چرا داره از کار خدا ایراد بگیریم، راضیت بگیریم. این یک راه مهمه. دومی انسان سعی بکنه در امور زندگی به کمتر خودش نگاه کنه. مثلا آقا میگه که فلانی در کریستال داره خانه 2 تا یخچال فریزر داره 15 اینچ و بالاخره چیز داره، نگاه بکنه برای فلانی اصلا یخچال نداره، خوب خدا شو من دلخوش داره. آقا تلویزیون رنگی و 21 اینچ یا 40 اینچ داره، خدا شو من حداقل رنگی 14 اینچ رو نگاه کنم، فلانی تلویزیون سیاسی داره میشه یا فلانی تلویزیون نداره. سعی بکنه در مسائل بالاخره اقتصادی کمترین خودش نگاه کنه، بالاترش نگاه نکنه که دود از دماغش در میاد. خدا نمیتونه بهش برسه و خودش عذاب وجدان میده، عذاب وجدان داره شب و روز. اون آقا راحت تلویزیون رنگیش نگاه میکنه، آقا اینجا غم میخورد و بالاخره خودش داره میخوره در کار. این دو. سومی سعی بکنه همیشه نگاه کنه آقا این دنیا چه 21 اینچ چه 14 اینچ چه سیاسی بید اصلا در بحث تلویزیون رو زمان افتاده فرق نمیکنه شما هر چیز رو به همین مسئله منوال کنید. اینا همه روزی از دست انسان میره. آقا جوان 24 ساله 25 ساله اینجا حرکت میکنه برای فلان کار رو بکنه، سر زور وقتی برمیگرده جسدشو میاره. لذا این مسئله دنیا به کی بقا کرد؟ اگر دنیا به کس پاینده بودی ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و سلم. دنیا یه چیز فانی بدونه، دنیا ارزش نداره، دنیا بالاخره ارزش اون حسادت ها رو نداره، لذا هر چی بشه فانی است. این سه. چهارمی سعی بکنه این فکر باشه که خودش رو ضربه میزنه. این آقا با خودش ضربه میزنه با این حسادتش. لذا با این 4 نسخه بسیار مؤثر
میتونه این معضل رو و این ویروس رو از وجود خودش، اگر امروز ما حامل یک ویروس جسمی باشیم همیشه در پیه که به هر طریق ممکن این ویروس رو از وجود خودمان دور بکنیم. لذا ویروس حسادت، ویروس عداوت ویروسی است که فقط نه تنها بر جسم انسان، نکته آخر رو توجه بکنید، نه تنها بر جسم انسان ضربه میزند بلکه به والله مثلا بر ایمان و بر دین انسان خدشه وارد میکنه. لذا پس سعی بکنیم اگر در وجود ما هست از وجود ما از امروز بریزیم بیرون. برادر مسلمان ما هر کس از اون رو در آغوش بگیره و خدای نکرده موجبات حسادت و کینه‌جویی و عداوت رو بالاخره برگزار نکنیم. از الله جل بخواهیم و همه ما توفیق عمل در بفرماید، بغض‌ها و عداوت‌ها و حسادت‌ها رو و این معضل بزرگ اجتماعی حسادت رو از میان جامعه ما بردارد. سلامت